به نشر نخستین نویدی بمدادی در ماه فوریه امسال خوش آمدید بینندگان عزیز. امیدوارم چون همیشه در صحبت ها ما رو همراه خواهید کرد. شادو گلخوجه هستم عزیزان در خدمت شما. امروز 3 فوریه و در پراگ حالا ساعت 7 صبح است. رجوع میکنیم به خبرها. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 3 فوریه وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. قرار است او امروز با وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان دایر به همکاری‌های آمریکا با منطقه گفتگو کند. او پیش از ورودش به تاشکند گفت که در نشست دایر به مسائل امنیتی، همگرایی اقتصادی در این کشورها و هم درباره آن صحبت می‌کنیم که چگونه هر یک از این کشورها می‌توانند خود را از نظر اقتصادی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر دیگرگون کنند. ملاقات پامپئو با وزیران کشورهای آسیای مرکزی در دایره نشست مفصول به گروه 35 یک صورت میگیرد. مایک پامپئو همچنین با شوکت میرزیویف رئیس جمهور و عبدالعزیز کامیل وزیر امور خارجه گفتگو خواهد کرد. گروه از دانشجویان تاجیک و آسیای مرکزی با سر دادن شعار ما به خانه برگشتن می‌خواهیم در فرودگاه شهری سیانی چین اعتراض کردند. صبح 2 فوریه به 25 دانشجوی تاجیک اجازه ندادند که طریق خطسیر سیان اکاترینبورگ دوشنبه پرواز کنند. شهروندان خارجی پس از گسترش کرونا ویروس در چین که تا حال بیش از 200 نفر کشته بر جای گذاشته و هزاران تن دیگر را گرفتار کرده است، تلاش دارند این کشور را ترک کنند. نظامی‌دین خوجابیکوف که از این دانشجویان در صحبت تلفنی با رادیو زاده گفت هر کدام آنها با مبلغ بیش از $1000 چپته خریده بودند، ولی ماموران فرودگاه مانع ورود آنها به داخل هواپیما شدند. ماموران فرودگاه گفتند که شرکت هواپیمای روسیه انتقال دانشجویان را رد کرده است. با گفته دانشجوی تاجیک هواپیما تنها شهروندان روسیه را برد. دانشجویان تاجیک میگویند زندگی در چین سخت‌تر شده از پیدا کردن نقاب برای احتیاط از سرایت ویروس نو آسان نیست و مغازه‌های فروش مواد غذایی نیز درست کار نمی‌کنند. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که شهروندان تاجیکستان را در چین روی خط کردند و بیرون آوردن شهروندان از چین کمک خواهند رساند. فعلا معلوم نیست که مقامات برای بیرون آوردن شهروندان از چین چه برنامه روی دست دارند، ولی بینندگان عزیز در دوام روز ما به این موضوع حتما برمیگردیم. ضمناً مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از ساکنان خواستند که در اوج پنهان شدن ویروس خطرناک نو در چین از سفر به آن کشور خودداری ورزند. از تاجیکستان اساساً تاجران برای خرید و آوردن مال به چین میروند. وزارت روز 1 فوریه با نشر مراجعه رسمی از شهروندان کشور در چین خواست درباره خود به سفارت در پکین خبر بدهند. مقامات داستانی کل تاجیکستان بعد از 5 روز سبب بازداشت و حبس دلیر شریف و روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک را توضیح دادند. در اظهاراتی که روز 1 فوریه چاپ شد، شریفов را به نشر 200 مطلب و مقاله به قول مقامات دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی متهم کردند. به گفته مقامات این مقاله از سال 2013 تا 2019 نشر شدند. در اظهارات به رساله هم اشاره شده است که ماه ایون سال 2019 با تعداد 100 نسخه چاپ شده است. مقامات میگویند طبق خلاصه تشخیص دینشناسی رساله در حوزه کنسپسیون جریان اخوان المسلمین تهیه گردیده به مایل ساختن جوانان به مفکوره جهادی نگرانیده شده است. اینچنین آنها را برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی دعوت میکند. پیوندان دلیر شریفov به این اتهام باور ندارند. دلیر روز 28 ژانویه برای صحبت دعوت شده دیگر رها نگردید. دادگاه نویه اسماعیل سامانی روز 30 ژانویه امر داد که او 2 ماه در حبس بماند. تقریبا 30 ساکن شهر اصفهان و استرافشان ولایت سوخت که پیشتر با گمان عضویت در جنبش برادران مسلمان خود اخوان المسلمین و یا همکاری با آن دستگیر شده بودند رها گردیدند. آنها میگویند از 10 تا 20 روز در بازداشتگاه بودند. مقامات هنوز دستگیر و رها کردن حدود 30 نفر را شرح ندادند. معلوم نیست آنها شامل 113 نفری هستند که داستان کل تاجیکستان بازداشتشان را تصدیق کرد و یا بیرون از آن. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. کارشناسانی که جریان قضیه را پیگیری دارند گفتند پوشیده بودن جریان تفتیشات و محاکمه ها فرضیه های گوناگون را خلق می کند و بهتر مقامات دلیل ها را آشکار بگویند.
ایالات متحده آمریکا موقتا تقدیم ویزای مهاجرتی و گرین کارت را به شهروندان قرقیزستان قطع کرده است. قرار روز 31 ینور صادر شد. سفیر آمریکا در قرقیزستان دونالد لو گفت آمریکا از اعتبار شناسنامه‌های قرقیزستان و همچنین روند صدور آنها نگران است و عین زمان افزود تقدیم ویزا پرامن نشده است و به سیاحان و تاجران و دانشجویان داده می شود. آمریکا همچنین دادن ویزا به ساکنان میانمار، نیگریا، سودان، اریتریا و تانزانیا را نیز محدود نموده است. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و یادم نرود بینندگان عزیز در آخر صحبت ما از قرب روبل روسی برای شما خواهیم گفت که در 2 روز گذشته و امروز قربش خیلی پایین آمده است. آخر هفته گذشته در وزارت مدافع تاجیکستان زیر رهبری معاون سروزیر عظیم ابراهیم جلسه جنبستی دعوت تیرماهی به خدمت حربی دایر شد. معاون سروزیر از فعالیت کمیسی‌های طبی ایرادهای جدی گرفته استفاده ابله را برای جلب جوانان به صف قوه‌های مسلح عمل نامطلوب نامیده است. در جلسه گفته شد که 34 نفر رهبران کارمندان کمیساریات‌های حربی را برای راه دادن به کمبودی‌ها جزا دادند. از جمله 6 کمیسر حربی ولایت‌های سوت، ختلون، شهرهای دوشنبه، وحدت، نویه شومنصور و نویه شغنان از وظیفه‌های اشغال نمودهشان آزاد کرده شدند. اینچنین نسبت به بعضی کمیسران حربی منطقه‌های مختلف کشور جزاهای انتظامی تطبیق شده است. طبق مشاهده‌های تحلیلگران در موسم تیرماهی دعوت به ارتش که از 1 اکتبر تا 30 نوامبر سال گذشته دوام کرد، اجباراً جلب کردن جوانان بیش از پیش بود. بودرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان به نمازگزاران هشدار داده است که در صورت نادرست گذاشتن ماشین‌هایشان در روز جمعه در راه از 58 تا 116 سومون جریمه خواهند شد. اکبر قربانزاده سردار شعبه تشویقات و ترغیبات ریاست بدعه در صحبت با خبرگزاری خاور گفته است رانندگان بیشتر در ساعت‌های برگزاری نماز جمعه ماشین‌هایشان را نادرست توقف می‌کنند که این به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات خلل می‌رساند. به نوشته خبرگزاری خاور در شهر دوشنبه در 38 مسجد نماز جمعه برگزار می شود و صدها نفر برای نماز می روند و طبق اطلاع کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان باشد در کشور بیش از 3000 مسجد ثبت شده است که در 375 مسجد نماز جمعه دایر می گردد. و کنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگوییم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است $1 9 سومونی و 69 درم است، 1 یورو 10 سومونی و 71 درم ارزش دارد و اما روبل روسی طوری هم در بالا گفتم به طور چشمرس پایین آمده است. حالا 1000 روبل روسی 151 سومونی و 50 درم مقرر شده است. سپاس میگم از همه شما دوستان برای اون که در این صبح بر وقت خبرها رو از رادیو آزادی تماشا کردید. من باشم با جمع همکارانم شما را در دوام روز با خبرهای تازه منتظر میشم. اگر شما تا اون دم هر خبر و یا ویدیویی دارید لطفا در اختیار رادیو آزادی بگذارید. روزتان با برور باشد.